خدایت پشتیبان ای ایران نگهدار در یزدان در عالم به ماهی جاویدان در دلها بود مهر ایران مهد آزادگانی ای ایران کشور جاودانی ایران ای تو با قید بهشتن ای ایران عشق تو در نوشتن ایران. من وطنمو خیلی دوست دارم. من گفتم هم به روی خاکش هم زیر خاکش علایقم زیاده. من اصلا اهمیت نمیدادم. من اونجا مثلا همش به فکر مثلا مادرم بودم که مثلا زودتر برگردم. مثلا میخواستم زودتر برگردم. مثلا قصد نداشتم بمونم. من رفتم درسمو بخونم بیام. من دوست دارم مملکتمو با تمام شرایطی که واسم پیش اومده. با این احوال من هنوز اینجا زندگی کردن ترجیح میدم. با من همونجور قبول داشتن. من فکر کنم خواهرم باشه، باید بهش بگم که من بگم الان در ملایر زندگی می‌کردیم و در سال 1115 یک خونه فوق‌العاده زیبا در اونجا ساخته بودیم. ما اول خیابون مولوی بودیم، بعد اومدیم تجریش و دیگه شمرونی شدیم. پدر من یک کتابخانه داشت، کتابخونه که تا سقفش قفسه بود. پدر مادر من همیشه مشوق من بودن، مخصوصا مادرم. زیاد پدرم دخالت نمی‌کرد در کارهای تحصیلی ما، ولی مادر من همیشه مشوق ما بود و میخواست از ما که تا اونجا که ممکنه تحصیلات عالی داشته باشیم. مثلا 2 سال اول ابتدایی رو مدرسه بودیم، اسمش اصلا یادم نمیاد، ولی هم تو خیابون مولوی روبروی خونمون تقریبا یه خود اونورتر بود. من از بچگی به ریاضی خیلی علاقه داشتم. یعنی زمان ما اولین دوره بود که 4م ریاضی باز شد. همه قصد رفتن به رشته پزشکی داشتن، ولی من شاید از تنها نفری بودم که از اول پزشکی نمیخواستم ادامه بدم. معلم ریاضی منو تشویق کرد که من برم رشته ریاضی. پدرم مثلا به به تشویق یکی از معلمای مدرسه‌مون، معلم دینی حتی میخوام بگم، به گوشش میخوند که بهتره من مثلا برم رشته ریاضی بخونم و بعد معلم ریاضی بشم مثلا. ولی خب من ترجیح میدادم مهندس بشم. دهم پر پدر من گفتش که پسر سرابی مهندس شده و اینجا اومدن سرب کشف کردن. من یعنی مهندس سرابی رو از بچگی میشناختم، بعد اینجا شد استادم. یعنی من انگیزه های فنی خیلی زیاد داشتم. رفتم رشته ریاضی که بعد بتونم برم رشته بخونم که بتونم در شرکت نفت خدمت کنم. در اون زمان کمتر خانومی رشته های عالی میخوند. قبل از اینکه من برم دانشگاه، یعنی کلا برم دانشگاه، تو خانواده ما کسی درس دانشگاهی نخوند. اونا همیشه مثبت بودن. یعنی مادر من خیلی مشوق بود که ما فقط درس بخونیم و هرچی هم که دوست داریم و همه ما واقعا همین کاری کردیم. برای من قبول این مسئله که دختر نتونه کاری رو انجام بده اصلا قابل قبول نبود. اصلا قابل قبول نبود که من فکر کنم که مهندسی سخته برای دختر. اتفاقا من مهندسی رو انتخاب کردم برای اینکه بگم دختر میتونه همه کاری بکنه.
من توی فامیل خودم دقیقا اولین نفری بودم که دکترا گرفتم. شاید از شکست خوشم نمی آمده. میخواستم برم دانشگاه فنی، کسی بهم نگفت که مثلا این سخته نرو. گفتن معدن، دختر نمیتونه معدن بخونه. گفتم پس من میخونم. من رشتم شیمی بود. 1136 وارد دانشکده فنی شدم و در سال 1341 فارغ التحصیل شدم. ورودی سال 38 بودم، 1338 وارد دانشگاه فنی شدم، 1342 فارغ التحصیل شدم. 39 من وارد دانشکده فنی شدم. و رشته شیمی دانشکده علوم قبول شدم. سال 1339 رفتم به فرانسه. شیمی متالورژی خوندم در حقیقت. مهمون داشت. الو. سلام روزیک جان. سلام روزیک جان. خوبی؟ خوبم. آره مینی جان، تو چی؟ مهمون داری ها؟ آره بچه‌ها اینجان. ببین یه سوال میخوام ازت بکنم. سلام مولود جان. سلام جانی من. حال شما؟ مرسی. مولود جان، یه سوال داشتم. یه خانم به نام نیکتا پاپازیان تو میشناختی؟ نخیر. که آرشیتکت اومده خونده. اول رفته دانشکده فنی، بعد دیده جو اونجا جوری نیست، مثل این که دکتر ریاضی کی بهش گفتن که این هم برگشته رفته دانشکده هنرهای زیبا. خانم نکتار پاپازیان که قبلا دانشکده فنی بوده، میشناسی؟ یکی هم خانم توران خدابنده. شخصا خودم ایشون رو، خانم توران خدابنده رو من شخصا ندیدم، ولی نمیدونم چرا این اسم نظر من آشناست. خداونده نه. اینو کسایی که در امریکا هستن میتونن برن پیدا کنن که همچی کسی هست، کجا هست. من رفتم دیدم این ردیفای بالا، فکر کردم قبول نشدم. با چه حال زاری اومدم خونه، گریه و زاری. من قبول نشدم. من تمام نمره هام خوب شده بود. بعد خواهرم با دخترم دوباره رفتم دانشگاه. من دیدم در رو آنچنان زنگو دارن محکم میزنن که خدای. فهمیدم این خبر خوشه. در رو باز کردم، گفت دختر تو نفر نهم شدی، تو چی میگی رد شدی؟ اینقدر دیگه خوشحال شدم. یعنی بعد از اون 10-15 روز دانشگاه باز بشه، من راحت ترین لحظات زندگیمو گذروندم. یادم نمیاد که وقتی دم قبول شدم چه احساسی بهم دست داد. خب حتما خوشحال شدم، ولی الان چیزی یادم نمیاد که دیگه مثلا ذوق زده شدم یا چی. خدا نکنه. که رفتم تابلو املاناتو ببینم، به من از دور گفتن هیچ دختری در دانشکده قبول نشده. ولی من اعتنا نکردم، رفتم از پله ها بالا و دیدم اسم منو دورش خط قرمز کشیدن و این کار یکی از اقوام خود من بود. اصولا دانشکده فنی برای ما یه حالت خاصی داشت، ابهت عجیبی داشت. شاید علتش این بود که همش از درون دانشکده فنی یا استاد یا شاگرد خانم نبود، همه آقا بودن، همه پسر بودن. میدونی؟ یعنی چهره یه فرم دیگری بود، چهره مردانه بود اونجا. من اون سال که من یه نفر بودم، ولی از سالهای قبل دخترها بودن در رشته شیمی، در رشته ساختمان، در رشته مکانیک و اولش
زنگ تفریح که میشد این خانم‌ها هیچ که از اتاقش بیرون نمی آمد. بعد که من توی راه رو موقعی که می آمدم دانشکده خانم‌ها رو می دیدم بهشون میگم چرا زنگ تفریح نمیایم بیرون؟ آدم توی کلاس میشینه خفه میشه، بهتره که آدم بیاد با هم دیگه صحبت بکنیم. در نتیجه یکی یکی یاد گرفتن که زنگ تفریح همه بیان جمع بشن تا همون سالن جلوی پله های دانشکده فنی و بعد که هوا خوب بود میرفتیم با هم دیگه یه قدمی میزنیم تا دانشکده علوم رو برمیگشتیم. سال 38 که ما وارد شدیم، من خانم یلپودی و خانم برخ رابطه دخترها با هم خیلی خوب بود. یعنی همه زنگ تفریح که میشد همدیگر رو پیدا میکردیم. یه بار یکی اومده بود با مثلا 2 نفر همدیگر رو پیدا کرده بودن، راه افتاده بودن راه برن توی محیط دانشگاه. بعد با چه فاصله یکی دیگه اومد بود دنبال اونا راه افتاده بود، یکی دیگه اومد بود، همجوری 5-6 نفر دنبال هم به فاصله مثلا 7-8 متر میخواستن به هم برسن که به هم جمع بشن. این همچه حالتی که یه چیز خنده‌داری شده بود، یه صفی تشکیل شده بود. سال 39-8 رو بودیم، ولی بعد از ما اومدن منیژه صانعی دیگه، خانم سیبین انواری، خانم مینو جعفری، مهری الفانی، شاید حالا 8 هم بیشتر باشن، روزیف برخان. پسرهای دانشکده فنی یه مقدار خب دخترهای دیگر رو مثلا شوخی بکنن، از این کارا داشتن، اذیت بکنن. اذیت چیزی نه، هم حالت شوخیواری و اینا، ولی به نسبت دخترهای خود دانشکده فنی غیرتی بود. همیشه محترمانه رفتار میکردن با من. برای همین من هیچ وقت احساس ناراحتی این که توی یک کلاسی تنهام نداشتم. متاسفانه نسبت به دخترای دیگه دانشکده ها عکس‌العمل نشون میدادن و هر وقت اینا رد میشدن شیششون میکردن. طوری که خواهر من که یه دفعه اومده بود منو ببینه من گفت انقدر اینا منو شیش کردن که چیزی نمونده من از اون پلا بیفتم پایین. بچه‌های فنی بچه‌های خوبی بودن، تعصب نسبت به دختراشون داشتن، خیلی راحت بودم. من واقعا میتونم بگم که زمان دانشگاه من بهترین دوران تحصیلم بود. در سال 1349 با دعوت دانشکده فنی تقاضا کرد از مرکز اتمی که من منتقل بشم. من منتقل شدم به دانشکده فنی. در اون موقع یعنی در سال 1349 رشته متالورژی مستقل نبود، رشته معدن و متالورژی با هم بود. ولی سال بعد سال 1350 رشته مستقل متالورژی متولد شد. در حقیقت من برای تماشای فوتبال نمیرفتم، نه. خانم برخان خیلی میرفت، خانم سارنپور که اگه میرفت چطور من نفهمیدم، چون من بیشتر با خانم سارنپور بودم. با چیزم بود تو فوتبال شعارایی میدادیم، اون بال باغ فنی مغنی ما میگفتیم چی؟ پزشکی، آب زرشکی. تو همه برنامه‌های فوتبال هم ما میرفتیم، دوست داشتیم. فنی هم افسران اول میشد. وقتی که من یا خانم تومانی وارد کلاس میخواستیم بشیم، در که باز میکردیم گفتن در رو باز کن خانم تومانی اومد، یا در رو باز کن سیمین انواری آمد. ولی من و یا خانم تومانی هیچ عکس العملی که حالا ناراحت بشیم چرا این حرف رو زدیم یا برگردیم به بچه ها حرف بزنیم، هیچ عکس العملی نشون نمیداد. یکی از کسایی که داد میزد همین شوهر بنده آقای حسین اکبرنژاد بود. اولین جلسه که رفتیم سر کلاس آقای مهندس ریاضی اومد، طبق معمولش می اومد دخترها رو جاشون تعیین میکرد، سمت راست اولین نفر، نیمکت اول نفر دختر رو میشوند و بقیه پسرها رو هم مثلا مداد چند تایی که به نظرش زیاد شیطون نبودن دور و بر دختر میچید و بقیه هم هر کی هرچی میخواستن میشید. یادم دوستان من به من میگفتن تو چطوری جرأت میکنی که این مسئولیت رو قبول کنی، باور کنی. میگفتن تو چطور این شهامت رو داری که بری تو این محیط میخوای درس بدی. من
من دوست دارم و میتونم درس بدم، هیچ مشکلی ندارم. برادرم البته از پاریس بود اون موقع که من سال اول بودم. وقتی من گفتم من معدن انتخاب کردم، برای من نوشت که تو در ایران که هنوز زن رو ضعیفه میگن، تو چطور معدن انتخاب میکنی؟ به نظر من یا ساختمون انتخاب کن یا شیمی. ولی من کار خودم رو کردم. اگه من تنها دختری بودم که وارد دانشکده فنی شده بودم و هیچ دختر دیگه این نبود، شاید برام سخت نبود. نه الان اینجوری فکر میکنم، ولی اون موقع هم حس میکنم که همینجوری بودم. یعنی کلا فرقی بین خودم و پسرا حس نمیکردم. این همین خانم توران خدابنده رو ببین، سال 26 دانشکده فنی بوده. خواهر توران خدابنده که اولین مهندس رشته برق فکر می‌کنم دانشکده فنی. خواهر کوچیکش هم کلاس من توران رو فقط عکسش رو دیدم، خودش رو ندیدم. خانم توران خدابنده یه زمانی به کار میکرده توی وزارت معاونی مسکن بود اسمشون بود. یه زمان کوتاه اونجا کار میکرده، رشته تأسیسات خونده بود مثلا. اونو یک دو بارم دیده بودمش همونجا توی اداره و اسمش هم شنیده بودم. خداونده نه. اینو کسایی که در امریکا هستن میتونن برن پیدا کنن که همچی کسی هست، کجا هست. Hello, how are you? Yes. Good. How are you? Good, thank you. This is RF. Actually, I called from the Alumni Association of the University of Tehran a few days ago. Do you remember me? Hold on 1 second. I can hardly hear you. I'm sorry. I called you regarding Madam Turan Khodabande. I don't know if. بله. واسه شما. سلامتی زنده. من بالا به چند نفر به اسم توران خانم رو دادم که ریسرچ کنن براتون، ببینیم میتونیم پیدا کنیم خانم توران برای شما یا نه. درسته. هنوز نتونستم چیزی در موردشون پیدا کنم براتون. خانم نکتار پاپازیان که قبلا دانشکده فنی بوده، میشناسی؟ نکتار پاپازیان فامیل خودش پاپازیان بود؟ نه. خانم پاپازیان رو به عنوان همسایه از بچگی میشناختم و ضمناً خواهر من آدلینا پتروسیان چند سال در دبیرستان خانم پاپازیان هم کلاس بوده و در آن سال فقط 3 دختر در 6م ریاضی در ایران تحصیل می کردند که یکیشون خانم پاپازیان بود و یکی دیگرشون خواهر من و یک خانومی هم که اتفاقا اسمشون رو یادمه، خانم فرزانه صحیحی. خانم پاپازیان بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان در نظر داشت که مهندسی ساختمان رو تحصیل کنه. بهش گفته بودند که نه، این رشته مناسب کار خانم ها نیست. در حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد. لطفاً بعداً شماره گیری نمایید. 3 سال دانشگاه تعطیل بود. از سال 59 تا 62. خب خونه ما بود تعطیل بود، دانشجویان تعطیل، همه جا تعطیل. طوری بود که ما اصلا نمیتونستیم توی دانشگاه بریم. بسته بود، اصلا حتی از در دانشگاه ما حق نداشتیم تو بریم. و بهترین خاطره من روزی بود که این در باز شد و من برگشتم و دانشجوهامو دیدم، رفتم سر کلاس، دوستانمو دیدم و همه رو دیدم. من
رشته راه ساختمان میخوندم، برام پیش اومد که برم وزارت مسکن شهرسازی، چیز میگرفت، کارمند میگرفت، اعلان کرده بود امتحان میگرفت که مثلا کارمند بگیره. رفتم امتحان دادم، قبول شدم، بر حسب اتفاق افتادم توی گروه آفاضلا. من مرسده هست اسمم، فامیلیم سارنپوره و در شناسنامه متولد 1317 هستم، اول دی، ولی انصافاً 2 سال این اضافه است. من مینو جعفری هستم، متولد 26 دی 1319. افسر سیار هستم، 1312 متولد شدم. من در سال 1315 در 20 شهریور به دنیا آمدم. عنوان مدرس اولین خانمی بودیم که وارد دانشگاه شریف شدم. بعد سالهای بعد به تدریج چند تا خانمم آمدن در رشته‌های مختلف تدریس می‌کردن. یکی بود به اسم سرابدوره، بعد یه چشمه داشت. اینا با مشت و با مینداختن دوششون، از اونجا می اومدن به اینجا چند کیلومتر راه رو، خیلی زیاد. خلاصه ما اینا رو آوردیم و چیز کردیم و براشون دوره پیشی خونه نه ها، تو فقط عمومی گذاشتیم و خودم با همین کارمندام رفتم اونجا، مردمم اومدن، بعد گفتیم پمپو تو اون ده زدن، آب اومد، اینا شادی کردن. واقعا من از خوشحالی گریه کردم. این ارزش هم داشته بالاخره عمر. اولین زن فلان، اولین چه؟ ولی خب خدماتی رو که کردم برام ارضا کننده است. من از اینکه اولین استاد زنی بودم که در دانشکده فنی درس دادم همیشه افتخار میکردم و برای خانواده‌ام هم افتخار بود. زمانی که جنگ شد خب دانشجوها در حقیقت معاف بودن. خب عده از دانشجوها به خصوص دانشجوهای دانشکده فنی که همیشه پرشور و پر انرژی و پر جوش و خروش بودن داوطلب شدن که برن جنگ. یک نفر از این دانشجوها دانشجوی خود من بود. من یادم اینو تو راهرو دانشکده دیدم، من نمیدونم شاید اشک میریختم، نمیدونم چجوری بودم. گفتم آخه شماها میرین، من خیلی ناراحتم، آخه واقعا چه میشه چرا میرین؟ حرفی زد که من واقعا هیچ وقت فراموش نمی کنم و برای من همونجا هیچ وقت یادم نمیره. گفت خانم ماها باید بریم تا شماها باشیم. در ارتباط با این غما به این دلیل برای زن یه شعر خوندم، بخونم براتون. ای زن نستوه، ای ترانه غم و اندوه، به چه میاندیشی؟ به ظلم‌هایی که به تو و تبارت روا داشتن، به بی‌عدالتی‌های زمانه یا چشم‌هایی که ملتمسانه به تو می‌نگرم و به دست‌هایی که برای تومت به سویت دراز گشته‌ام. ای زن نستوه، ای ترانه غم و اندوه، به چه میاندیشی؟ تو که هر درد و رنج را بر خود هموار کرده ای، تو که از دوران بیمهری ها دیده ای، تو که با سوزش زخم های شمشیر ظالمان خو گرفته ای، به چه میاندیشی؟ تو که غمهای بیکران زمانه با پشتوانه از صبر سبک بالت نموده است و با پول بار غم و اندوه کنار آمده ای، تردید مکن و برای احقاق هدفهایت پرواز کن که وقتی برای تفکر نمانده است. بشتاب با قدمهای استوارت و با دستهای پرتوانت که عاشقان رحمت و ایثار چشم به راه. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو،
فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.